سلام. آموزش امروز طرز تهیه یک کوفته خوشمزه است. اشتباه نکنید، کوفته تبریزی نیست. یک مدل کوفته که من بهش میگم کوفته فانتزی. یه چیزی بین کوفته تبریزی و کباب تابعی که بهش مواد دیگه اضافه شده. به خاطر پروتئین و کربوهیدرات و در عین حال سبزیجاتی که داخلش هست خیلی مقویه و برای کسایی که روزه میگیرن ماه رمضان و برای سفره افطاریشون یه غذای مناسب و در عین حال خوشگل و خوشمزه هست. قبل از اینکه بریم با هم درستش کنیم ممنون میشم همین الان این ویدیو منو لایک کنید. اگه کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو فشار بدین، زنگوله کنارش هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین و اگر این کوفته رو درست کردین حتما توی کامنت ها برام بنویسین که ببینم شما هم مثل من از خوردنش لذت بردین یا نه. خب بریم مواد اولیه رو خیلی سریع ببینیم. من همه توضیحات رو توی کپشنم می نویسم مثل همیشه. تیتروار میگم گوشت، برنج، فلفل دلمه‌ای، تخم مرغ، پیاز، گوجه فرنگی، زعفرون، کره، کنجد، نمک، فلفل و زردچوبه نیاز داریم. برای شروع گوشت چرخ کرده رو توی ظرف میریزیم، فلفل دلمه‌ای رو نگینی خورد میکنیم، پیاز رو باید رنده کنید، آبش هم بگیریم و بعد به گوشت اضافه میکنید. برنج پخته شده رو هم توی این مرحله اضافه میکنید. اگر برنج از قبل پخته توی یخچالتون دارین همون برنج رو استفاده کنید و لازم نیست دوباره برنج بپزین چون مقدار برنج خیلی کمه توی این کوفته. نمک، فلفل و زعفرون سابیده شده رو به ترکیبمون اضافه میکنیم. توی این مرحله نیازی نیست زردچوبه بریزیم، ولی اگر دلتون خواست یا خواستین اقتصادی تر کنید این غذا رو میتونید زعفرون رو حذف کنید و به جاش زردچوبه بریزید. مواد رو کمی با هم ترکیب میکنیم و بعد اون یه دونه تخم مرغی که داریم به ترکیبمون اضافه میکنیم و کاملا خوب با هم دیگه هم میزنیم. احتیاجی نیست حتما با دست ورز بدیم، با همون قاشق هم کاملا مخلوطش کنین هم میخوره و ترکیب میشه با هم دیگه. بعد از اینکه کاملا ترکیب شد یه گلوله ور میداریم و بیضی شکلش میکنیم. مرحله بعدی اون گلوله هایی که بیضی شکل کردیم و یا گرد میکنیم و باید توی آرد سوخاری بغلتونیم. یه نکته در مورد آرد سوخاری بگم، ترجیحاً آرد سوخاری انتخاب کنین که بدون ادویه باشه و اگر آرد سوخاری نداشتین از خمیر نون باگت میتونید استفاده کنید. خمیر رو خشک کنید و بعد پودرش کنید یا اینکه نون باگت رو بذارین توی فر برای حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه با دمای حدود 160 درجه سانتیگراد تا کاملا خشک بشه. وقتی آوردینش بیرون بذارین یکم خنک بشه. بعد اون نون باگت رو خورد کنید، تو غذاساز بریزین تا کاملا پودر بشه یا اینکه اگه غذاساز ندارین هیچ مسئله ای نیست با رنده خوردش کنین و یه آرد سوخاری خیلی خوب به دست میارین. کوفته هاتون که به صورت گرد یا بیضی در آوردین و توی ظرف آرد سوخاری اول میریزین، کاملا به آرد سوخاری آغشتش میکنید، بعد توی ظرف کنجد میریزین. این کوفته های آغشته به آرد سوخاری رو توی ظرف کنجد میغلطونید، بعد توی قابلمه روغن میریزین و میذارین کاملا داغ بشه. بعد شعله رو متوسط میکنید و کوفته ها رو توش سرخ میکنید. حتما شعله‌تون متوسط باشه، خیلی شعله رو پایین نیارین، خیلی هم بالا نباشه. کاملا که سرخ شدهش توی قابلمه دیگه گوجه ها رو که به صورت حلقه در آوردیم کف قابلمه میذاریم. فلفل دلمه‌ایمون رو که نصفش رو نگینی کرده بودیم توی کوفته ریخته بودیم بقیهش رو حلقه میکنیم و روی گوجه ها میچینیم. بعد کوفته هایی که سرخ کردیم و روی گوجه و فلفل دلمه میچینیم. اصلا احتیاج نیستش که کف قابلمه روغن بریزیم. حالا باید یه سس خوشمزه درست کنیم. برای این سس یه لیوان آب برمیداریم، یه قاشق ربمون رو توش میریزیم، نمک، فلفل و زردچوبه میریزیم و کاملا مخلوط میکنیم. بعد این ترکیب رو روی کوفته ها کاملا پخش میکنیم. توی همین لیوان دوباره یک لیوان دیگه آب بریزین و باز هم روی کوفته ها بریزین. کلا ما 2 لیوان برای این مقدار کوفته آب احتیاج داریم. میتونین توی یه ظرف جدا رو با کمی سرخ کنید و بعد آب و نمک و فلفل و زردچوبه اضافه کنید، ولی واقعا نیازی نیستش. همین جوری هم به اندازه کافی این کوفته خوشمزه میشه. آب زیادی احتیاج نداره و همین مقدار آب کفایت میکنه براش. وقتی که کاملا سس رو روی کوفته ها ریختین
نوبت این میرسه که یه مقدار کمی کره روی کوفته ها بذارین تا عطر کره رو بگیرن. تو این مرحله ما فقط به همین مقدار کره کم احتیاج داریم و دیگه روغن اضافه نکنید. بذارین حدود 40 دقیقه تا 1 ساعت با شعله متوسط رو به کم کوفته هاتون کاملا جا بیفته. حتما توجه کنید که آب این غذا باید خیلی کم باشه و کوفته ها یه سس گوجه‌ای خوب روشون باشه. خب اینم از کوفته های خوشمزه فانتزی ما. اگر این ویدیو رو دوست داشتین همین الان لایک کنید. اگر کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو فشار بدین، زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم. میتونید این کوفته رو توی ظرف که کشیدین با کمی سبزیجات مثل جعفری خرد شده تزیینش کنید. من جعفری نداشتم وگرنه ترکیب رنگ سبز و قرمز یه ترکیب بی‌نظیر و اشتها آور میشه. این کوفته خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون میل کنید. نوش جان.